درود بر شما، امیدوارم عالی باشید. اثر بخشی کلمه‌ایه که همه در مباحث مدیریتی شنیدیم. یک راز خیلی بزرگ میخوام بهتون بگم و اون این هستش که اثر بخشی یک امر یا اکتسابیه و در واقع نیاز به یادگیری داره و وقتی که درست و مدام تکرار بشه ملکه ذهن ما میشه و این اثر بخشی میتونه کاملا وارد ذهن ناخودآگاه ما بشه و وقتی که به اوج تعالی میرسه نقطه اوجش شایستگی است. بنابراین وقتی که در سازمانی کارکنانش به مرحله از شایستگی میرسن و بسیار فعالیتشون مشهود هست و نبودشون در اون سازمان وقتی که مشهود هست، یعنی که فرد به مرحله شایستگی رسیده، یعنی مرحله اثر بخشی رو به درستی طی کرده و به شایستگی رسیده. پس مدیران عزیز، قدر کارکنان شایستتون رو بدونید